اگر شما یا اطرافیانتان و نزدیکانتان مصاب به افسردگی باشید، یادتان باشه که این 7 علائم میتوند، این 7 اشتباه میتوند علائم افسردگی شما را بدتر بکنه. یک، کمخوابی یا بی‌نظمی در ساعات خواب. یک شخص مصاب دچار کمخوابی باشه یا ساعات خوابش نامنظم باشه، مثلا یک شب به ساعت 8، شب دیگر به ساعت 10، شب دیگر به ساعت 2، همینطور به صورت غیر منظم بخوابه. دوم، نداشتن فعالیت فیزیکی و ورزش. وقتی که یک شخص ورزش میکنه، فعالیت فیزیکی میکنه، هورمون اندورفین افراز میشه و این باعث میشه شخص شادتر باشه نظر به روزهایی که فعالیت فیزیکی و ورزش نداشته باشه. سوم، مصرف الکل و مواد مخدر جهت فرار از احساسات. شخص برای که نگران نباشه، ناراحت نباشه، یک موادی استفاده میکنه. چهارمین چیز میتونه سرزنش مداوم خود. یک شخص خود رو به صورت مداوم سرزنش بکنه و افکار منفی در خود ایجاد بکنه. پنجمین چیز میتونه خود به خانه ماندن هستن. این یک شخص روزها تا شب تنهایی در خانه بمانه و از دیگران فاصله بگیره. یه میتونه علائم افسردگی رو بدتر بکنه. ششمین اشتباهی هستند که نادیده گرفتن خود علائم توسط شخص و مراجعه نکردن به پزشک هستند. هر قدر که علائم افسردگی نزد از این بارز باشه، این رو نادیده میگیرن و مراجعه نمیکنه به دکتر. و هفتمین اشتباه این هستند که قطع خودسرانه داروی تجویز شده توسط پزشک. دارویی که تجویز کرده پزشک به مریض به صورت خودسرانه ای را قطع میکنه و استفاده نمیکنه. اینا باعث میشه که علائم افسردگی نزد این شخص بدتر شود.